شناخت پدیده سکولاریسم، بخش هفتم، مرحله افراطی علمانیت. این مرحله از اواخر قرن 18 و طلوع قرن 19 میلادی به وجود آمد. این مرحله از علمانیت از آثار مرحله سوم و تعالیم و آموزه های آن بود. در این مرحله به صورت کلی اعتقاد از دین و تأثیر آن در زندگی و جامعه سلب گردید و تمرکز و اعتماد بر ماده پرستی و ماده گرایی قرار گرفته بود. از نظر این مرحله مادیت و ماده جانشین دین قرار گرفت. به صورت واضح میتوان این مرحله را در نظریات هگل و کارل مارکس به دست آورد. فریدریش هگل ملحد و بیدین بود. وی معتقد به قانون تضاد امور بود و آن را جهت پیشرفت و تقدم بشری الزامی می‌دانست. شاگرد وی کارل مارکس نیز از تفکر وی متأثر شد و ماده را اصل و اساس عالم قرار داد. هگل ماده را از نتایج فکر انسانی می‌دانست، اما مارکس آن را اصل و اساس انسانیت و جهان قرار داد و همه چیز را بر مبنای آن قرار داد و دین را از بین برنده ملت‌ها و مانع تقدم و پیشرفت دانست. از نظر مارکس ماده اساس هر چیز است و روابط اقتصادی اموری هستند که چگونگی زندگی اجتماعی و فکری را مشخص می‌کند و لازم است تاریخ بشری بر همین اساس مادی تفسیر شوند. تمام نبردهای تاریخی، تحرکات سیاسی، فکری و دینی بر اساس مادیات بوده است. این دو فرد با نظریات خیش و پخش و گسترش آن در سطح جامعه غربی دین را کاملاً از صحنه تصمیم گیری و تسلط بر حکومت‌ها و افراد دور ساخته بودند و حتی کلاً از هر گونه اعتقاد، معنویات انکار ورزیده بودند. در حقیقت این نوع سکولاریسم به معنای الحاد و بیدینی محض و کفر آشکار بود. آنان ماده پرستی و توجه به دنیا را اساس هر نوع پیشرفت و تقدم علمی می‌دانستند.